یک هفته یعنی بذار زیر از هفته با عینک سلام کنیم با دوست عزیز. بفرمایید. سلام نازنینای من، خیلی خوش آمدین در یک ولاگ دیگه با فرح گلی عشق است. امیدوارم هر جایی که هستین حال دل شما عالی باشه و جیبای شما پره پول خیلی 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 زیاد. پول خیلی خیلی زیاد باشه سابسکرایب میکنه نه؟ خب دوستا امروز چه ولاگی داریم؟ امروز قراره که با هم دیگه پاک کاری خانه انجام بدیم، جمع کنیم، جارو کنیم، جنگ کنیم، دعوا کنیم، بزنیم، موی کشک کنیم، چک دیم، مشت دیم. الان مشت واقعی میزنه. بعد دیگه یکم آشپزی کنیم، بریم خرید هفتگی انجام بدیم. امروز شنبه هستش و ما 4 تای ما خانه ایم. از صدای جیغ بچه هم که مشخصه احمد یا احمد هست. آره دیگه تا بچه چیز نکردم بریم که در ادامه همراه. سلام نکردی؟ ببخشید سلام کن. سلام میکنم در بیننده های عزیز، در بیننده های پیج فرح گلی. امیدوارم که همیشه تن شما سالم باشه، همیشه توی پیج از ما خواب باشه. ما سعی میکنیم جاگر راحت بلدش ما اوار کنیم، پتو در زمستان بلدش ما اوار کنیم که یخ نکنه. چای سبز، چای سرخ خواستید حتما واسه شما فراهم میکنیم. فقط شما اکثرا در حال لایک و کامنت سابسکرایب باشید دیگه. بریم بریم. ادم چشمان رو بسته که تو بسته که تو دیدم میشه از زیر عینک داره دیدم میشه. چشمان بسته که. خب بچه ها نگاه کنید، ما اینجا 2 تا گزینه دارم. میخوام ببینم که رحمت قراره کدومش رو انتخاب کنه. خب بعد این هم وضعیت سالن. خب حالا عزیزم با چشمی بسته یک کدوم از اینا رو بردار. یعنی یکی راحته؟ 2 تاشی در یک حد فکر کنم. الان باز آره باز کن سریع زود باش. مرتب کردن همه اتاقها، گردگیری، جارو، چیشت تو دستیشی. بیا اینو نگاه کن. جستن ظرفات تمیز کرده. خب راضی دیگه نه؟ راضی مره. وای بچه بازم این کارای سخت از ما افتاد. تمیز کردن یخچال خود چی 1 روز طول میکشه. ای بابا ما میدونستم که رحمت اگر دیش بگم این در گفتو قبول نمیکنه، ولی اگه چالش بگیرم قبول میکرد. الان برنده نشدم. خدا بریم دیگه دوستا، بریم که کاری از مرا دیگه میدونی چی هسته. خویی هم سخته دیگه، ولی خوی دیگه چاره ندارم. بعد لبخند بزن بعد از بدتر. نه عزیزم اون اتفاقا راحته، چون یک سر تو در حال شور خورده ای، ولی ما بدبخت همش کلا در توی آشپزخانه ایم دیگه. ولش کو گمش کو بریم دیگه. ما که شانس نداشتیم، اگه شانس می‌داشتیم که. خب دوستای عزیز، در مرحله اول ما دستمال قچربند خوره ببندم که معلومه قراره به حد سردردی زیاد است. اینا خود بیان اینجا هفته نیه ها. خب ازم همه جاره ها کمدای لباس هم هست. قامزه خود همه اتاقا. من نمیگیرم. من اتاق لباس دارم. در ابتدا هم از اینجا شروع کنم. رحمت همون جوری که ما جمع میکنم باید جمع کنی ها. تمیز مرتب همه سر جایشی. خیلی جا چقی میکنم دیگه. خوبه؟ آره. بریم که بسم الله الرحمن الرحیم. یا خدای شکرت.
گرفتی؟ حالا این بالای کنن برو بده داد خب دوست عزیز دیدید که تا الان ما چیکارا کردم اتاق خواب جارو کردم آره اتاق لباس جمع جارو کردم دیگه پس درگاه جمع جارو کردم رسیدم در اتاق خواب اینجا هم که مرتب کردم یک کم جاریش منده اینجا هم نمیدونم عزیزم اینجا هم گردگیری کنم درصد قاب عکسا اینجا همه اینا رو میزنی اینجوری گردگیری همه وای او پولی که میدی قصد ارزش نداره کارگر انتخاب کرد آره خود دوستا بود میریم اینجا چرقم مشاهده دیگه گردگیری لازم هست و از ما همراه بشین امروز کارهای همه زیاد اول باید جارو میکردی بعد گردگیری میکردی اول گردگیری کنیم گردا بریزه پایین الان دوباره جارو کنی کلی گرد میشینه برش که دیگه کارهای مردم همش سرچاپه خیره وای عشقم یاد مرفته دوم که اونجا رو نمیخواد مرتب کنی چرا؟ بالا رو فقط باید مرتب میکنی چون اونجا رو همین 2 روز پیش مرتب کردیم چرا نگفتم؟ یاد مرفت سر رفته بابا اجازه نمیده نه بابا اجازه نمیده برید یکم چوب بازی کنید هم واسه من که سال ما از این بابا باید این دفعه خونه میکنه بابا نه فقط باید بازی کنید دوباره درستش کن
خب دوستای عزیز یم اینجا هم که گردگیری کردیم و بریم مرحله بعدی ببینیم کجا هست. اتاقهای بچه‌ها فکر کنم راستی وقتی که دخترای مستقل مجردی کارا رو تمام میکنه یک امضای آخری کار داره. میدونی چیه اون؟ اینجوریه. بزن بریم ادامه برنامه. بچه ها ما بور شدیم که بریم یک کم الدی خرید کنیم. یا هم از چرخ خریدی از ما و در بطری ها را مبریم که دیگه جای نداشتیم در خانه. قراره که بازی بریم الدی یا خدا دیگه 3 ساعت دا تیرایم. الدی سر کوچه ما. بعد به خاطر هالووین هم نگاه کنید که همسایه های ما اینجا چه دکوری زده. اینجاها قشنگتره البته بچه ها نگاه کنید. اینجا رو قشنگ درست کرده. یه حالت پاییزیه. خب این بر که حالا پاییزیه اون بر بخاطر از حالا یک کم هالووینیش ده قشنگه دیگه. بعد اونجا رو هم نگاه کنید. اونجا هم یک چیز هست. اشکال نداره. هوا هم که اینجوری خوبه. درخت نگاه کنید. خدایا پاییز پاییز. هم از برادران افسانه‌ای. بای بای رادین. بای بای کن. چی شده؟ کمپونی دارم یک کمپونی تزریق. نکو نکو. از این سازی خارجه کیا ای بابا بگیر 25 سنت افتاد. به به برو پسرم. دوستا ما دیگه اینمی رقم بور شدم. هودی در جان ما بود دیگه. یک دنه پاپت پوشیدم دیگه رایشتیم بیرون. رحمت هم میگفت یخه کاپشن آستین دار بپوش. ما گفتم نه بابا اونقدر یخ نشده. ولی الان از همین الان اونا ساختمانای از ما دیگه اون برا خود. بعد از همین الان سرانی انگشتای من یخ شدن. واقعا دیگه دوستا خیلی هوا سرد شده دیگه. گفتنی نداری عزیزم؟ گفتنی سابسکرایب کنید دوستان. خسته کارا نباشی. سلامت باشی بخیر باشی. ما خوب خواهر زدیم عجب خواهر زدی وقت با دوستا دیگه تا رحمت کارا رو انجام بدی. اما دیگه یک چیم خواهی مست زدم خیلی مزده است. ولی خب الان دیگه برگردیم خانه نوبتی از من که ما کار انجام بدیم.
11 یورو خوبه. عالیه عالی. یک کارتون نان بگیر ازم، یک کارتون. چی؟ آره بریم بیرون بعد بخوریم باش. فرق نمیکنه همون مخلوط بگیر. دیوانه کرد بچه ها. نمیخواد بیچین، یک کارتون بردار دیگه. خب دوستای من ما خدمت خورد کردم. بعد آره دیگه حالا چیز خاصی هم نگرفتم. یکم شیر و سیب و نمیدونم از اینا و پیاز و نان و اینا گرفتم دیگه. خرید واجبی خانه دیگه. آره. گل نمی خرید از من؟ گل؟ روز دختر گفتی گل نداشت، الان داره. روز دختر تر شد دیگه. باشه. شانس. رادین چی میخوای؟ چی میخوای؟ آب میوه؟ اینجا بایستی. این بره. اینو بگو برو. آخر بگو برو. دوستای عزیز نگاه کنیم، منتظرن که پول شیر پرداخت کنیم باز کنن بخورن از دست از چوچه ها. خب دوستای عزیز ما در مرحله فلاکت رسیدیم. ای جا موهی هر چیز رو کش میکنیم میبینیم کش نمیشه، تو میکنیم که همه شی افتاده. اینا بدبختی اینا رفت وای تو هم درد. به مردم چی میگن؟ رحمت قاتل. الان بچه ها شما واقعا نگاه کنید، یعنی یک خدا چقدر میتونه بزرگ باشه. شما فقط ترکیب رنگ نگاه کنید یا اول مثلا حیفه که ما دبل از یک بخوام حرف بزنیم. خب نازنین های من نوبتی هم که باشه، نوبت اینه که فاتی گلی کارهای خودش رو کنه دیگه. یکم قبل تر دیدیم که ما چیکار کردیم، رحمت کارهای خود رو انجام داد و چون که ما برای کارهای خود فیلم میگیرید گوشی دستی از او بود، گفت بذار ما کارهای خود رو انجام بدیم، فیلم خود رو بگیریم بعد تو برو کارهای خود رو انجام بدی. خلاص الان هم ساعت 3:30 بعد از ظهر ما رفتیم خریدای خود اینا رو کردیم. می‌خواستیم اول یخچال رو تمیز کنم بعد برم خرید کنم. ولی رحمت گفتش که دیگه من جان ندارم بعدا می‌خوام بلند شم، پس بهتره که الان بریم. که وقتی همون دیگه رفتیم خریدای خود رو کردیم و اینا و الان یک چند تیکه ظرف ناشته هستش و ماشین ظرفشویی پر هستش. اینا رو جمع کنم بعد یخچال مرتب کنم و فکر کنم حینش فیلم نگیرم. نه اگر فیلم نگیرم انگار که همه کارا رو رحمت کردم، ما هیچ کار نگیرم. باید برایش باید مدرک بگیرم که آقا ما امروز کار کردیم، هرچند که کارهای سخت و سنگینش با رحمت بود. خداییش امروز خیلی رحمت کار کرد، کمک کرد. یعنی کلا همه اتاقا و اینا رو همه رو صفر تا صد کارش رحمت انجام داده و ما فقط الان داخل آشپزخانه ایم دیگه. باید همین زیرش کم جمع کنم، لباس ظرفشویی رو خالی کنم، یخچال تمیز و پاک و مرتب کنم و خردار رو توش جابجا کنم و غذا درست کنم. 5 تا کار دارم با که اینا کار زیادی هستش دیگه. آره خب بریم دیگه. در تیپ گلمنگولی من نخریدیم چون که گلمنگولی
خب بچه ها اینجا هم که داخل یخچاله، ببینید که اوضاع خرابه، هم درشه. برم که یک تمیز و مرتب کنم. گوشیم شارژ نداره، باید بذارم در شارژ و فکر نکنم از اینکه اینا رو بشورم و پاک کنم و اینا بتونم فیلم بگیرم دیگه. گفتم قبل و بعد بیام دیتون نشان میدم. فقط اینا ها اینجا دیگه کثیفی داره، نشانه کنید دیگه، بعد ببینید اونجا تمیز کردم یا نه. خب نگاه کنید که ما کلا اینجا رو خالی کردم، فقط این طبقه رو گذاشتم چون که حالا این داخلش یکم نامرتب هست. اینجا داخلش مثلا قرص و دارو و نمیدنم کاکائو و نمیدنم زعفران و اینا هستش. خب طبقه از اونایی که اینجا همیشه تمیزه، فقط باید یکم مرتبش کنم. ولی خب اینجاها رو دیگه باید تمیز کنم دیگه کلا. دوستا ما آمدم سیم شارژر رو دمونچه زدم که بتونم براش فیلم بگیرم و اینکه گفتم شاید براشون سوال پیش بیاد که ما یخچال رو چطوری تمیز میکنیم. دوستا ما یخچال رو هر 2 ماه یا هر 3 ماه کلا شیشه ها طبقه های داخلش رو کلا در میارم و مشروم، یعنی کف میزنم. ولی غیر از او مثلا هر 1 هفته یک بار یا هر 2 هفته یک بار که خرید میکنیم میاریم میچینیم خرید هفتگی، بعد دیگه کلا بازم هر چی که مثلا ماده اونا رو کلا میارم بیرون و مثلا با شیشه پاک کنم با دستمال پاک میکنم. که الان اینجاها رو کلا پاک کردم، شیشه پاک کن زدم با دستمال پاک کردم و منده فقط در یخچال که میگم بازم اینجا تمیز اینجا رو دست نمیدم. و الان دیدم انگار که اینجا داره پشایم باید بکشم. آره دیگه دوستان به این صورت. خب اینجا اصلا نگاه نکنید که چقدر به هم ریخته، حواس خورا بدین. در اینجی ما در توی از این میوه و سبزیجات و اینا میذارم. بعد هم برای اینکه حالا خودی از این خیلی کثیف نشونه و هم برای اینکه سبزیجات من خراب نشونه و تازه و منه، همیشه زیرشی از این دستمال کاغذی ها میذارم. اینجوری باعث میشه که سبزیجات بیشتر بگیرم. خب بچه ها این هم از پشت صحنه کلیپ هایی که بعدی از این میبینید. خب نگاه کنید، اینا رو اینجا گذاشتم که ویدیوی خوشگل برای شما بگیرم. این هم از پشت صحنه. بله گوله این چیزای خوشگل مشکل ها نخورید که پشت صحنهش اینجوریه، اعصاب خورد کن.
دیدیم یک شنبه چطوری بگم شنبه خوبی نداشتیم. ما باید شنبه ها مثلا یکم خوشگذرانی کنیم و اینا، ولی خب اشکال نداره، میذارم برای یک شنبه یعنی فردا با بچه‌ها بیشتر وقت میگذرونیم و باشون بازی میکنیم، فیلم میبینیم و اینا. امروز دیگه نشد، الان هفته 6 ما تازه داریم غذا درست میکنیم. کلا یکم تنبلی کردیم امروز، بعد یکم رحمت خوابید، یکم ما خوابیدیم، بعد همزمان با هم دیگه کارا رو انجام ندادیم. ما گذاشتیم رحمت کارا رو بکنه بعد ما بیام شروع کنیم، بخاطر همین یکم چلپ چلک و اینا شد. و الانم امشب میخوام آشک ماکارونی درست کنم و دیگه چیکار میخوام بکنم؟ پیاز زرد کردیم دوستا، اینجا گوجه میخوام پوره کنم و لپه هم گذاشتم آب پس شونه و با لپه میخوام خورشت لپه درست کنم. بعد ماکارون رو که توی آب جوش میدیم و اگر تره فرنگی داشته باشید فوق العاده میشه. یکم تفت بدید با روغن و نمک و فلفل و اینا، فوق العاده میشه. ولی امروز رفتم فروشگاه ها ولی قصد اینا نداشتم که آشک درست کنم، وگرنه میگرفتم چون واقعا فوق العاده میشه. حالا هیچ دیگه خیلی عجله دارم چون که باید بچه‌ها رو سر تایمش بخوابونیم، هرچند که رادیم بعد از ظهر خوابید دیر بیدار شد، ولی خب بازم ما ساعت 8 باید ببریمشون سر جاشون و غذای من تا ساعت 8 باید آماده شونه. درگیری کمدای خورن نکردم، رحمتم دیگه فکر نکنم ازش چون اشکال نداره، ایران میذارم در فردا دیگه. همین دیگه ما چایساز من شیشه ای هست و آب من خیلی خرابه، یعنی هر 2 روز یک دفعه چایساز من به همین حالت که میبینید در میاد. با اینکه ما اصلا اگه آب جوش بخوام توی قابل من یعنی میذارم واسه غذا، مثلا اونقدرم چای خور نیستیم، یعنی شما فکر هر 2 روز یک بار همین حالت در میاد. صبح مثلا ما کافه درست میکنیم خب، و ما اینو چطوری تمیز میکنیم دوستا؟ توش آب لیمو میریزم خب، و توش آب لیمو میریزم با یکم نمک، بعد میذارم که جوش کنه. بعدم که جوش کرد یک همینجوری چند دفعه دیگه هم همینجوری میزنم که خب اون آهک میاد چی میگه اونایش که جمع شده اونایش قشنگ از بین بره و بعد آتشش میکنم. بعد میخواستم بپرسم که شما راه دیگه ای دارید برای اینکه چایساز وقتی آهک میزنه مثلا تمیزش کنید از این راهی که مثلا ما استفاده میکنم بهتر باشن؟ بچه‌ها میدونید چی شد؟ حالا یکی از چایساز من یکم تمیز شد خب. این از اون لپه های ریز هستش، ما همیشه از این لپه های درشت استفاده میکنیم و این دفعه همه میگفتن وای درشت خیلی بده له میشه اینطوری اونطوری، در صورتی که ما اون لپه های بزرگ خیلی خوب پخته میکنم. این دفعه لپه ریز گرفتم و شما نگاه کنید در توی 20 دقیقه انداختم داشت یعنی آبی، یعنی توی 20 دقیقه آب جوش خورد. هی بابا چرا اینجوری شده و این کاملا له شده الان. و خب اشکال نداره دیگه، حالا خب مهمان نداریم. او از ولاگ قبلیا که در توی مهمانی برنج من اینطور شد، حالا این خوب شد که خود من امتحانش کردم و بعدا اگه بخوام داخل مهمانی ها استفاده کنم میدم که این لپشی چه لپه‌ایه و فکر کنم لپش فقط باید برای خودمون استفاده کنیم. آدمی؟ یا کی هسته؟ نمیدونم کنترل ماشین نه کنترل ماشین نیست. آدم ماشین نه آدم ماشین نمیشه کلش بزنم کم الان بهت برو کلش بزنم بیا سرم تو بزن یا باورم کردی عجب ذهنی. وای راستی ما خیلی کن
وقت تمام. خب What the heck? What is that? Oh my gosh! Wow! نگاه کن این ماشین هواپیمایی. دوستا دیگه نگاه کنید که قرمه من این دفعه اصلا خوب قرمش نشدن، کلا له شده و خیلی هم زیاد شده، چون که له شده زیاد شده. و اینجا هم که ماکارونی مایم آوجوش شده دیگه، میخوام برم اوکش کنم و بریم بخوریم که بچه ها خیلی گوش نشدن. به به دوستا دیگه واقعا جاش ما خالی. یا من از عاشق تنبلانه از ما دیگه، رحمتم که رفته غذای بچه ها رو بیده تا ما برای شما از کشیدن غذا ویدیو بگیرم دیگه. الان برم که چشمای رحمت بخیر چقید از چشم انتظاری، چون که این غذای مورد علاقه از ما و رحمته و بی نهایتی غذا رو دوست داریم دیگه. جایش ما واقعا خالی.